اصلا این میوه مظلوم ولی پرفایده رو از دست نده. سنجد میوه کوچکی که به بمب کلسیم معروفه. به همین دلیل برای افراد سن بالا و زنان مخصوصا مادران شیرده بسیار مفیده. سنجد در درمان پوکی استخوان به عنوان 4مین عامل مرگ و میر در جهان اثرات معجزه‌آسایی داره. تمام قربانیان پوکی استخوان از سنجد غافل بودن. سنجد گوشتش گوشت میاره، استخونش استخون و پوستش پوست میرویانه. خواص سنجد برای بدن: 1. غضروفساز، 2. ترمیم شکستگی، 3. پاک کردن کلیه ها، 4. درمان ترک استخوان، 5. تقویت ساق پا، 6. گرم کردن معده، 7. درمان تسلسل ادرار، 8. تقویت دستگاه گوارش، 9. تسکین کمردرد و در آخر درمان عالی برای آرتروز، روماتیسم و آلزایمر. شما چقدر از سنجد استفاده میکنید؟ تو این اوضاع گرونی بدن شما چه ویتامینی کم داره؟ توی کامنت ها بنویسید.